اشعار عالی جناب عطار نیشابوری سرشار از شور و شیدایی و شگفتی است. بریم یک غزل از غزلیات دیوان عطار رو با هم بخونیم و شاهد این شگفتی باشیم. گم شدم در خود چنان کز خویش ناپیدا شدم، شبنمی بودم ز دریا غرقه در دریا شدم. مصرع اول در بعضی از نسخه ها به شکل دیگه‌ای نوشته شده، اینطوری که گم شدم در خود نمیدانم کجا پیدا شدم، شبنمی بودم ز دریا غرقه در دریا شدم، که در هر دو شکل هم زیباست هم معنادار. خب اینجا از حیرت و شگفتی شروع میشه غزل و میگه من آنچه که خود میپنداشتم رو گم کردم و مثل قطره‌ای که از دریا برآمد و به دریا بازگشت من محو شدم. خب این شگفتی رو ادامه بدیم، ببینیم در بیت‌های بعد چطوری توضیح میده عطار و چه شرح و توصیفی ازش داره. سایه‌ای بودم از اول بر زمین افتاده خار، راست کان خورشید پیدا گشت ناپیدا شدم. خب اینجا یک تصویرسازی داره عطار، یک تصویری رو ترسیم میکنه که میگه من یک سایه‌ای بودم از خودم که روی زمین بود. خار، این خار بودن سایه به خاطر افتادنش روی زمین بوده دیگه، درسته؟ بعد این خورشید که پیدا شد و به میانه آسمان که رسید سایه محو شد، درسته؟ ظهر که میشه دیگه سایه‌ای در کار نیست چون خورشید داره مستقیم میتابه و این پیدا شدن خورشید بود که باعث ناپیدا شدن من شد. این خورشید آگاهی بود که برآمد و من آن خودی که تصور میکردم رو رها کردم. این خود چیزیست که در روانشناسی و روانکاوی معاصر بهش میگن ایگو، تصویری که هر یک از ما از خود داریم. میگه این محو شد با آمدن خورشید آگاهی. ز آمدن بس بی نشان و بس شدن بس بی خبر، گویا یک دم برآمد کآمدم من یا شدم. می مپرس از من سخن زیرا که چون پروانه ای در فروغ شمع روی دوست ناپروا شدم. این پروانه و ناپروا، این هم آوایی که در این دو مصرع هست. میگه از حال من نپرس که من این روشنایی شمع روی دوست رو که دیدم دیگه ناپروا شدم و خودم رو به این شعله سپردم. در ره عشقش قدم نه، در ره عشقش قدم در نه اگر با دانشی، لاجرم در عشق هم نادان و هم دانا شدم. که مصرع اول باز در بعضی نسخه ها به شکل دیگه‌ای ثبت شده، در ره عشقش چو دانش باید و بیدانشی، لاجرم در عشق هم نادان و هم دانا شدم. این همنشینی دانایی و نادانی، دانش و بیدانشی، اشاره است به آنچه که ما فکر میکنیم که میدونیم. داستان چیه؟ چیزی که من از این بیت میفهمم اینه که میگه وقتی در راه عشق قدم میذاری، آنچه که فکر میکنی میدونی رو باید فراموش کنی. این میشه اون بیدانشی و بعد فضای باز میشه برای دانشی تازه که خواهی آموخت، چون لاجرم در عشق هم نادان و هم دانا شدم. و این همنشینی دو
وجه متضاد خیلی زیباست در این بیت. چون همه تن دیده می بایست بود و کور گشت، این عجایب بین که چون بینای نابینا شدم. میگه من تمام وجودم چشم شد برای دیدن خورشید آگاهی و از این خورشید من کور شدم و این عجب که در عین نابینایی بینا شدم. همه تصویر، همه استعاره است، همه بیان این شگفتی است از مواجهه با خورشید حقیقت. خاک بر فرقم اگر یک ذره دارم آگهی، تا کجاست آنجا که من سرگشته دل آنجا شدم. یه بار دیگه بخونم این بیتو. خاک بر فرقم اگر یک ذره دارم آگهی، تا کجاست آنجا که من سرگشته دل آنجا شدم. میگه اصلا من چیزی نمیدونم در برابر آنچه دانستنی است، در برابر عظمت این حقیقت که در برابرش ایستادم و مثل سایه‌ای محو شدم. من دیگه نمیتونم از چیزی صحبت کنم و اینجاست که زمان سکوته، فقط تماشا. و غزل با این بیت تموم میشه. چون دل عطار بیرون دیدم از هر دو جهان، من ز تأثیر دل او بی دل و شیدا شدم. و اینجاست که عطار ما رو با این شیدایی و شگفتی تنها میذاره. اینکه ما هستیم و تأمل بر این غزلها و سپردن خودمون به این خورشیدی که و این رودی از آگاهی و نگریستن به دنیای درون برای رسیدن به درجه بالاتر از فهم هستی آنگونه که هست و قدم گذاشتن در قلمرو حقیقت. خب شما درباره این غزل چه نظری دارید؟ یا به طور کلی درباره اشعار عطار؟ اگر دوست داشتید لطفاً نظرتون رو در بخش کامنت ها بنویسید که من هم بخوانم و بیاموزم و این گفتگو ادامه پیدا کنه. سپاس فراوان.